من توی نظام آباد متولد شدم ولی جای متغیری بودم، مخصوصا از نوجوانی، چون در 11 سالگی زدم از خونه بیرون و تو کارگاه کار کردم. جدی؟ آره کارگاه کار کردم. به طبقه متوسط خوبی بودین شما، چرا این کار کردی؟ به خاطر اینکه پدرم درگیر شدید شد با مسائل مختلف زندگیش و ما دیگه، یعنی من شخصا راهمو جدا کردم، کلا افتادم توی کارهای فنی و چیکار می‌کردی؟ قالب سازی، تراشکاری، سنبه ماتریس. کجا زندگی می‌کردی؟ کرایه خونه در می‌آوردی؟ همونجا تو کارگاه می‌خوابیدم. بعضی وقتا هم که مثلا خونه دوستا می‌خوابیدم. مثلا 5-6 نفر بودیم که هممون می‌رفتیم کار می‌کردیم، حقوقامون رو می‌ذاشتیم رو هم، مثلا بیایم یه کامپیوتر بخریم، بیایم یه میکروفون بخریم، یه استودیو راه بندازیم، به روز بشیم. و در ضمن حتی آلبوم‌های مختلف حتی بیرون دادیم. جهنم واقعیت بود، جهنم ساکت بود، آغاز اینجاست بود، دوران طلایی، خیلی